عصر از این مقدم در پنجکند خورم در مرز تاجیکستان در ده ریدکی آن طفل به عالم آمد ناگشت بر سر آمد بر شیوه سیما بر شیوی دلکشی ما جهور نهادن آمش کردن احترامش به مثل کودک بود یعنی که بزدک بود در جمله کار قادر در شعرگویی ماهر در سقف و ساز آهن با وی نبود همسنگ به شوخه شد هنرور در جمله پیر جوهر زیر امری وقتش آمدهش و پایتختش یعنی که به بخارا چون شاوری تمنا در درگاه شاهنشاه چون ناز رودکی را اشعاری داستان گفت اخوالی بستان گفت نیکی نقصا کرد از قصه سها کرد نام از سر زبان شد سلطان شاعران شد زیان اثر تا بین رز شعری وی اسب پیرز در شعر و در غزل کس نام از دور از او پس او تا کنون یگانه است فرزندی هر زمان است چون باز کرد چشمان شد نام عبدالرحمن او اصل از هرات است زی آن شهری پرنشاط است از جام دهی خورد حسن و تخلصش برد زی آن پس به نام جامی در دهر گشت نامی از جمله علم دوران او بهره داشت چندان که آخر بگذشت پیره یعنی کی به نظیره پیلی کلان و معنی پیری سواد یعنی از هر فن جوه بود عنوان مولوی بود در هفت ساز و آهنگ او گفت هفت اورنگ در هفت داستانه چون هفت عثمانه رنگی دیگر فروره حسن دیگر بیامرد هم صورتی گلستان کرد او بهارستان آن را زی پند و اندرز چون هر بهار بر مرز حسن و لطافت داد بار لطافت داد اشعاری به بدل گفت او نیز خوش غزل گفت القصه گفت افزون نیکی و نیک مضمون زی آن پیشوا یاران گردید او به دوران تا حال به قیاس است ما را به او سپاس است. حالا استاد شما همچون جانشین حاکم ناحیه دوربکارهای جوانان نسبت پایدار بودن زبان مادری در ناحیه سوخت چی فکر دارید؟ من روز میبینم که بسیار طلبه های دانا شعر گفتن با زبان تاجیکی. در ناحیه ما شایده که میدانم 32 تا مکتب‌های تعلیمی همگانی به زبان تاجیکی است. من شاگردای شعرخوانشان دیدید تمام شاگردا با زبان تاجیکی میخوانند شعر از یاد میکنند. اینا سینا دوام دهنده سینا اینا جامعه دوام دهنده جامعه هستند. تو نواز شنیدی؟ او میخوانه چه؟ آن کی به عینی نامی است در اصل صدرالدین است که از دهی ساکتر بود طفلی نکوفر بود علمی زمانه اش را آموخت در بخارا چون گشت بهره بردار از جمله راز و اسرار بر رغم جاهلان خست چون پیر فاضلان خست آشوب با زمانه حق جوست عادلانه مکتب به کودکان خواست آبادی مکان خواست آزادی وطن خواست شادی مرد زن خواست زین رو امر ظالم یعنی امیر عالم فرمود تا به زندان اندر زدنش آسان خورد از عود کنجو 75 چوب او القصه رنجی تیمار او را رسید بسیار آزاد چو زندان شد آن خجسته انسان بنوشت خوب و بسیار در نظم و نظر آزار آدینه و غلامان داخونده و یتیمان از مرگ سودخورها از مرگ رنجبرها از دوشی حال مردم ذوق ملال مردم چندان نوشت عینی از سرنوشت عینی بحر نجات ملت دریافت ذات ملت ملت از او دوباره بر مرگ یافت چاره تاجیک اگر بیناموست از عقل و حکمت اوست تنها نشاعر است او یا مرد ناصر است او تنها نظیفنون پیری خیرت فزونه قاموس ملت است او ناموس ملت است او. من استاد هر کس به زبان خود سخنرانی کرده دانسترین 100 زبان آسان کرده از گفته از شاعر مرحمه ازبکی Temur babam, Tella babam, büyük babam, Dana babam, büyüklerden büyük babam, danalardan dana babam. چندم صنف میخونه سینا؟ سال سال صنف سیما گذشته در کدام مکتب میخونه؟ مکتب 17 در محله دیویرانو
و یک گوگ بولده